به نام خدا. خب این جلسه می‌خوایم راجع به انواع گیتار به لحاظ فیزیکی صحبت کنیم. انواع گیتار. گیتارها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن: گیتارهای آکوستیک و گیتارهای الکتریک. خب گیتارهای آکوستیک در واقع یعنی خود صدا هستن و الکتریک ها هم که با استفاده از جریان برق تولید صدا میکنن. پس گیتارهایی که خودشون یک سالن دارن، یعنی یه حفره دارن، یه بدنه‌ای دارن که حفره‌ای داره، داخلش هم خالی هست که باعث میشه که صدا حجم پیدا کنه، اینا بهش میگن گیتارهای آکوستیک. ولی گیتارهایی که بدنه کوچیک‌تری دارن، بیشتر بدنشون فلزی هست و حفره‌ای به این شکل نداره و حتما نیازمند این هست که برای تولید صدا و اینکه حجم صدای خوبی اساس در واقع حاصل بشه از جریان برق استفاده بشه، بهش میگن گیتارهای الکتریک. خب از خود آکوستیک ها دو دسته میشن، یکی در واقع سیم نایلون، یکی هم سیم فلز. پس گیتارهایی که ما به طور متداول استفاده میکنیم اینا اتفاقا زیر شاخه آکوستیک هستن چون خود صدا هستن، اما آکوستیک سیم نایلونن و آکوستیک های سیم فلز هم خوب داریم. حالا این آکوستیک های سیم نایلون رو دقیقاً به این گیتار آکوستیک سیم نایلون واژه اسپانیش هم اطلاق میشه که خود این سیم نایلون ها باز خودشون دو دسته میشن، یکی گیتارهای کلاسیک هست، یکی گیتارهای فلامینکو هست که برای در واقع سبک کلاسیک و فلامینکو استفاده میشه. پس گیتارهایی که به طور متداول زیاد دیده میشه گیتارهای چوبی هستن که سیم نایلونی دارن، اینها گیتارهای آکوستیک سیم نایلون هستن که بهش گیتار اسپانیش هم گفته میشه و برای دو سبک کلاسیک و فلامینکو استفاده میشه که به طور معمول بهش مثلا گیتار کلاسیک هم میگن یا گیتار فلامینکو هم میگن. پس منظور از گیتار کلاسیک همین گیتار در واقع چوبی هست که سیم‌های نایلونی داره و زیر دسته شاخه آکوستیک یا گیتارهای سیم نایلون هست. و فلامینکو هم به همین شکل، گیتار فلامینکو بدنه چوبی، سیم‌های نایلونی که در واقع گیتار اسپانیش هستن و زیر شاخه گیتارهای آکوستیک سیم نایلون هستن. گیتارهای سیم فلز، آکوستیک سیم فلز هم حتما دیدید جای مختلف، یک کمی بدنشون از گیتارهای اسپانیش بزرگتر هست و سیم‌های فلزی دارن، منتها سالن رو دارن، خاطر که زیر دسته آکوستیکا هستن سالن رو دارن، بدون ارتباط با برق و وصل کردن با آمپلیفایر صدا دارن، منتها اغلب جای وصل کردن فیش آمپلیفایر هم دارن، همیشه به این شکل هم ازشون استفاده کرد. گیتارهای سیم فلز خب زنگ خاصی داره و داشتیم میگفتیم که گیتارهای سیم فلز زنگ خاصی داره و طرفدارای زیادی هم داره در سر. خب گیتارهای الکتریک دسته‌های مختلفی دارن و انواع اقسام گیتارهای الکتریک هست که بیشتر برای سبک راک، جاز و سبک‌های به این شکل استفاده میشه. پس بیشتر ما الان مد نظرمون آموزش‌هایی که می‌خوایم بدیم برای گیتارهای آکوستیک سیم نایلون هست که بهشون گیتارهای اسپانیش گفته میشه. منتها همونطور که در بخش ویدیوی انواع سبک‌ها گفتیم که به جز سبک‌های کلاسیک و فلامینکو که حالا زیر شاخه‌های سبک عرض کنم به خدمتتون زیر شاخه‌های سبک فینگر استایل هستن، ما سبک پاپ هم میتونیم هم فینگر استایل استفاده کنیم و هم پیک استایل استفاده کنیم. پس اگر ما میخوایم سبک پاپ رو دنبال کنیم
میتونیم در واقع از آکوستیک سیم نایلون استفاده کنیم و در سبک کلاسیک و فلامنکو اون رو به کار بدیم. منتها این تهیه گیتار و چه گیتاری مورد نیازتون برای در واقع اون سبکی که انتخاب میکنید هست، باید حتما با مشورت استادتون انجام بشه و بعضا علاقه‌مند هستن به گیتارهای سیمفلز که باز سبک پاپ رو هم میشه با سیمفلز کار کرد. پس به طور عمده اغلب گیتارهای سیم نایلون مد نظر هست که زیر شاخه آکوستیک ها هستن. حالا شما اگر میخواین کلاسیک کار کنید با مشورت استادتون باید یک سیم نایلون کلاسیک بگیرید، فلامنکو هم به همین شکل. و اگر میخواین پاپ کار کنید چه فینگر استایل چه پیک استایل باز باید با معلمتون هماهنگ کنید و ایشون راهنمایی میکنن که حالا اولا سیم نایلون بگیرید یا سیم فلز و سیم نایلون چه فرمی بگیرید، آیا کلاسیک تهیه کنید، فلامنکو یا موارد دیگه که مد نظرشون هست. متشکرم.